سلام به همراهان همیشگی مدسمارت. من علیرضا صبطبی هستم و اینجا چنل یوتیوب مدسمارت همراه هوشمند علوم پزشکی است. توی این ویدیو می‌خوایم در مورد کتاب‌های پروگنوز با هم دیگه صحبت بکنیم، با کامل این کتاب‌ها رو بررسی بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ کتاب‌ها بهتون بگم که ما توی چنل یوتیوب قراره کلی ویدیو آموزشی در مورد موضوعات مختلفی منتشر بکنیم. بنابراین اگر این ویدیو براتون مفید بود پیشنهاد می‌کنم چنل ما رو سابسکرایب کنید. خب قبل از اینکه بریم سراغ کتابا و اصلا محتوای کتابا رو با هم بررسی بکنیم بهتون بگم فلسفه این کتابا چیه، اصلا برای چی این کتابا چاپ شدن. همونطوری که میدونید دانشجوی رشته پزشکی و دندون پزشکی بعد از ترم 4 و یا 5 تو بعضی دانشگاه 5 ترمه باید آزمون علوم پایه رو پاس بکنن و این آزمون رو باید پاس بکنن که بتونن برن مرحله بعد. حالا سوالاتی که توی این آزمون طرح میشه معمولاً از یک مباحث و درس‌های ثابتی هست و 80% این سوالات تغییر نمی‌کنه. حالا یه سری مجموعه کتاب‌ها و درسنامه‌هایی به چاپ رسیدن که اومدن این 80% رو تمرکز کردن روشون و برای این 80% در واقع درسنامه نوشته شده و حالا تا حدود اون بقیه 20% هم پوشش داده میشه. ولی برای اینکه خیلی راحت تو این آزمون موفق باشن بچه‌ها و بتونن پشت سر بگذروننش اومدن فوکوس رو روی این 80% در نظر گرفتن. شما فرض بکنید مثلا درس فیزیولوژی شما توی آزمون علوم پایه فرض بکنید که 30 تا سوال ازش طرح میشه، حدوداً 25 سالش از مباحث ثابتیه. درسنامه هایی که برای آزمون علوم پایه هستن مثل درسنامه پروگنوز اینا میان این 25 مبحث رو استخراج میکنن و با توجه به این مباحث میان درسنامه‌هایی رو طراحی میکنن. به خاطر همین دیگه دانشجوها نمیرن سراغ کتابای رفرنسشون و جزواتی که توی این 2 سال خوندن دیگه نمیرن، چون حجمشون زیاده، وقتم نمیکنن. میان سراغ کتابایی که خلاصه هستن و اختصاصی برای آزمون علوم پایه طراحی شدن. حالا ما خیلی محدودن مجموعه کتاب‌هایی که در مورد آزمون علوم پایه به چاپ رسیدن و اختصاصی آزمون علوم پایه هستن. یکی از این مجموعه کتاب‌ها کتاب پروگنوز هستن. حالا کتاب پروگنوز با توجه به نظرسنجی‌هایی که انجام شده علاوه بر اینکه این 80% رو هم پوشش میده تا حدود خیلی زیادی اون 20% باقی مونده رو هم پوشش میده که تقریبا 90 الی 95% مطالب رو شما میتونید مسلط بشید اگر واقعا این درسنامه‌ها رو کامل مطالعه بکنید. خب بریم سراغ خود کتاب‌ها. ببینین کتاب پروگنوز مبحثی هستن، یعنی برای هر درسی یک کتاب جداگونه چاپ شده، یک نه 2 نوع کتاب چاپ شده. مثلا برای کتاب زبان کتاب جداگونه چاپ شده، برای کتاب معارف اسلامی یک کتاب جداگونه چاپ شده، برای فیزیولوژی آناتومی الی آخر همینا هم یک جلد جداگونه است. برای هر درسی 2 مدل کتاب چاپ شده، یک مدل کتاب درسنامه و یک مدل هم کتاب تست. به کتاب‌های درسنامه میگن اصطلاحاً اسمی که خود ناشر برای کتاب‌ها در نظر گرفته جمع‌بندی علوم پایه در 20 روزه، یعنی جمع‌بندی علوم پایه در 20 روز برای درس فیزیولوژی، جمع‌بندی علوم پایه در 20 روز برای مثلا علوم تشریح و الی آخر. یک کتاب تست هم برای هر درسی جداگونه چاپ شده. به کتاب‌های تستش میگن گنجینه سوالات. حالا کلاً 2 تا پکیج هم وجود داره برای کتاب‌های پروگنوز. پکیج درسنامه پزشکی یعنی مخصوص رشته پزشکی، پکیج گنجینه سوالات رشته پزشکی، پکیج درسنامه مخصوص رشته دندون پزشکی و پکیج گنجینه سوالات رشته دندون پزشکی. شما همه این پکیج ها رو میتونید توی سایت مدسمارت بهشون دسترسی پیدا بکنید و هر کدوم رو با توجه به نیازتون تهیه بکنید. اینجا من پکیج درسنامه رشته پزشکی رو دارم که جدیداً چاپ شده و چاپ 1403 هست. این پکیج شامل 10 تا جلد کتابه. این 10 تا جلد شامل علوم تشریح، فیزیولوژی، زبان تخصصی، اپیدمیولوژی، معارف اسلامی، اصول خدمات و سلامت، ایمونولوژی، بیوشیمی،
و 2 جلد کتاب عفونی که شامل عفونی 1 و عفونی 2 هست. البته وقتی شما دارید این ویدیو رو میبینید ممکنه که چندین سال گذشته باشه و ادیشن‌های بعدی این کتابا به چاپ رسیده شده، ولی نگران نباشید، همه ویژگی‌هایی که در ادامه با هم دیگه بررسی میکنیم ثابت میمونه، فقط حالا سوالات و مباحثی که ممکنه تغییر بکنه تو ادیشن‌های بعدی هم اعمال میشه. خب بریم سراغ ویژگی کتاب‌ها. اول از همه در مورد ویژگی ظاهری کتاب بگیم. قطع کتاب به صورت رحلیه، یا همون سایز آچاره. قطع رحلی باعث میشه متن کتاب سایزش بزرگتر بشه و چشتون خسته نشه. جلد کتاب به صورت شومیز، همون جلد نرمه که با توجه به حجم کم اکثر کتاب‌ها معمولا مشکلی برای کتاب‌ها به وجود نمیاد. کتاب‌های پروگنوز معمولا به صورت سیاه‌سفید چاپ میشن، به جز جلد علوم تشریحش که به صورت رنگی چاپ شده. حالا بریم سراغ محتویات خود کتاب‌ها. اول کتاب میتونید فهرست مطالب رو ببینید. یه ویژگی خیلی خوبی که کتاب پروگنوز داره اینه که ابتدای هر کتابی اومده مباحث رو براتون نوشته و بهتون گفته که بیشترین سهم سوالات مربوط به کدوم مباحثه و اینطوری شما میتونید وقت بیشتری رو مباحث مهمتر بذارید. این خیلی ویژگی مثبتیه و خیلی به کارتون میاد. بعدش میرسیم به سراغ درسنامه. درسنامه پروگنوز مهمترین و اصلی ترین ویژگی کتاب‌های پروگنوز همین درسنامه هاست. درسنامه‌های این کتاب‌ها به صورت نموداری هست، برخلاف خیلی از کتاب‌ها که به صورت تشریحی تدریس شده. همونطوری که می‌بینید به صورت نموداری مطالب رو دسته‌بندی کرده و این نموداری بودن مطالب میتونه خیلی بهتون کمک بکنه و در نهایت مطالب به صورت دسته‌بندی شده توی ذهنتون قرار میگیره. علاوه بر حالا تدریس نموداری که وجود داره، بعضی جاها که نیاز هست یه سری جدول‌های جمع‌بندی شده هم براتون آورده که خیلی راحت میتونید مطالب رو برای خودتون دسته‌بندی بکنید. بعد از درسنامه هر فصل و هر مبحث یه سری تست هم آورده، یعنی اینجا یه سری تست آورده. البته اینجا انتهای فصل هم یه سری جمع‌بندی وجود داره، ولی یه سری تست هم در انتهای هر فصلی اومده با عنوان سوالات برگزیده. با زدن این تست های هر مبحث میتونید اون مبحث رو حالا بیشتر تسلط پیدا بکنید و تثبیت بشه براتون مطالبش. اگر نیاز باشه برای هر مبحث هم تصاویری آورده میشه انتهای اون و با توجه به این تصاویر هم داخل خود درسنامه یه سری توضیحاتی هم داده میشه. لازم به ذکری که بهتون بگم علاوه بر سوالات انتهای هر فصل ما یه سری سوال در انتهای کتاب هم داریم با عنوان سوال تثبیتی که در واقع از کل کتاب سوال طرح شده. و ویژگی آخر کتاب‌های پروگنوز اینه که متن کتاب به صورت محاوره‌ایه، یعنی شما با خوندن این کتاب خسته نمیشید و خیلی راحت میتونید ارتباط برقرار کنید. البته این یک موضوع کاملا سلیقه‌ایه و خیلی ها دوست ندارن متن کتاب به صورت محاوری باشه، ولی در کل گفتم این موضوع رو بدونید و با توجه به سلیقتون این کتاب ها رو تهیه بکنید. برای اینکه به پکیج پروگنوز دسترسی داشته باشین فقط کافیه توی گوگل عبارت پکیج کتاب‌های پروگنوز مدسمارت رو سرچ بکنید. بعد از اینکه این عبارت رو سرچ کردین اولین نتیجه که نوشته پکیج کتاب‌های پروگنوز علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی رو کلیک بکنید. توی سایت مدسمارت ما همه پکیج ها رو در قالب یک پست در اختیارتون قرار دادیم که شما با توجه به نیازتون هر پکیجی که مد نظرتون هست رو انتخاب بکنید و اون رو با تخفیف ویژه تهیه بکنید. خب میخوایم در مورد چند تا سوالی که همیشه شما از ما دارید و میپرسید صحبت بکنیم و یک بار برای همیشه به این سوالات جواب بدیم که دیگه جایش شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشه. اولین سوالی که از ما میپرسید اینه که آیا خوندن این کتاب‌ها قبولی توی آزمون رو تضمین میکنه؟ اگر این کتاب‌ها رو تهیه بکنید و هیچ مطالعه‌ای صورت نگیره و کتاب‌ها رو نخونید خب قطعا پاس نمیشید، ولی واقعا اگر این کتاب‌ها رو بخونید و درسنامه‌ها رو مسلط باشید مطمئن باشید این آزمون رو حتی با نمره خیلی خوبی هم پاس میکنید. خب سوال پرتکرار بعدی اینه که از این کتابا میشه برای آزمون کلاسی هم استفاده کرد؟ معمولا کسایی که این سوالا رو میپرسن آدم باهوشی هستن و میخوان با یه تیر دونشون بزنن. این کتابا رو خیلی سریعتر تهیه میکنن، در طول ترم این کتابا رو مطالعه میکنن، در عوض دیگه جزئیات کلاسی و رفرنس‌های سنگینشون هم نمیخونن
و امتحانشون هم پاس میکنن. باید بگم که اگر نمره کلاسی براتون مهمه، این روش جواب نمیده، چون معمولا اساتید از چیزی که خودشون تدریس کردن و رفرنس هایی که خودشون معرفی کردن معمولا سوال طرح میکنن. ولی اگر نمره کلاسی براتون زیاد مهم نیست و میخواید فقط اون درس رو پاس بکنید، به احتمال خیلی زیاد خوندن همین درسنامه ها براتون کافیه و میتونید اون درس رو پاس بکنید. خب یه سوال دیگه ای که بعضی از ما میپرسن اینه که حالا توی لیست کتاب ها ما آناتومی، جنین شناسی و بافت شناسی رو نمیبینیم. دلیل این سوال اینه که شیوه تدریس تو دانشگاه این اشخاص به صورت کلاسیک هست، یعنی تو شیوه کلاسیک ما هر کدوم از این درس ها به صورت جداگونه بود و رفرنس جداگونه خودشو داشت و واحد جداگونه خودش. ولی توی شیوه نوین این سه تا درس، یعنی آناتومی، جنین شناسی و بافت شناسی، در قالب یک واحد به عنوان علوم تشریح ارائه میشه و باید این کلا واحد رو پاس بکنن. یک جلد کتاب علوم تشریح هم که شامل همه این دروس هست، یعنی آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی، به چاپ رسیده و کلا همه این درس ها رو پوشش میده و کلا باید اینو در نظر بگیرید که منظور از کتاب علوم تشریح این سه تا درس با هم دیگه است. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که توضیحات این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر نظری در مورد کتاب پروگنوز یا توضیحات این ویدیو داشتین، حتما زیر این ویدیو برامون کامنت بذارید. موفق باشید.